همین فردا فکر میکنم یک جلسه سه‌جانبه‌ای ما با روسیه و چین خواهیم داشت در تهران در سطح مدیران کل برای بحث در مورد موضوع هسته‌ای که قاعدتاً بحث پسگشت هم یکی از موضوعات مطرح خواهد بود. لذا ما در رایزنی مداوم هستیم با این کشورها برای اینکه ببینیم چطور میتوانیم مانع بشیم از این وضعیت یا تبعات اون رو کم بکنیم. گفتگوی ایران و 3 کشور اروپایی بله همونطور که اعلام شد در یک مکانی غیر از اروپا در استانبول این نشست برگزار خواهد شد در سطح معاونان وزیر امور خارجه با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، در واقع معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی. موضوع گفتگو هم روشن هست: رفع تحریم ها و مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. ما هیچ برنامه‌ای در وضعیت فعلی برای گفتگو با آمریکا نداریم. در این حال همونطور که تأکید شده به صورت کلی باز عرض می‌کنم دیپلماسی در نظر ما یک ابزار هست، یک فرصت هست برای صیانت از منافع ملی و هر زمان که به این جمع‌بندی برسیم که از این ابزار میتونیم برای احقاق حقوق ملت، برای تأمین منافع ملی ایرانیان استفاده بکنیم، قطعاً در این زمینه درنگ نخواهیم کرد.